شهر کابل هست، پر جمع جوش و زیبا، زمستانی اما در حین حال آفتابی و گرم. یعنی می‌بینید دوستان عزیز بسیاریا ختم خیرات هم دارن، آشپزخانه ها اینا در حال تیار کردن هستن. ما دیدیم بولانی کچالو و پالک میکنن با جای گندنه. اون مزدارم از دوستان عزیز، مزدارم میگن کسی هست اون میده را سخت هم نمیگیره بسیاریا که گندنه میخورن میدهشون را سخت میگیره و این جنجالا را دیگه باز این دوستان عزیز است چهارراهی و این هم از خود هتل یا کاخ عروسی پروان یا دیگه بیربار است. اون ترافیک موتر را استاد کرده بود. حال دوباره سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، کوچه های خیرخانه و خیابان های خیرخانه شهر کابل هست، پر جمع جوش و زیبا، زمستانی اما در حین حال آفتابی و گرم. یعنی می‌بینید دوستان عزیز بسیاریا ختم خیرات هم دارن، آشپزخانه ها اینا در حال تیار کردن هستن. ما در دادگی افته کردن میرن. رمضان آمد دل آدم میشه دوستان عزیز که یک نان پرکی را بگیره در بینش یک ذره کچالوی سرخ شده بانم، یک دانه نارنج هم به سرش بندازه. خب به هر صورت دوستان عزیز رمضان امروز یک تاثیر خود داشته. این طرف هم اکادمی زبان اینترنشنال دوستان عزیز در تصویر می‌بینده هستیم که قبلا فکر کنم آموزشگاه سیستم اتصال همچنان در این بخشا بود که حال معلوم نمیشه. دوستان عزیز در این سرک زیادتر آشپزخانه ها فعالیت دارن در امون سمت سرک میدان. بعضای دوستان عزیز اینجا هم از اون قسم میبینید آشپزخانه و تهیه غذای سلطنت، بهترین غذاها را با ما تجربه نمایید. و استقبال در منزل همچنان دارند. وقتی نمیگندنه او پالک از دوستان عزیز دی رمضان. حالا مردم زیادتر بولانی گندنه نمیکنن. ما در بسیار جاها دیدیم بولانی کچالو و پالک میکنن با جای گندنه. اون مزدارم از دوستان عزیز، مزدارم میگن کسی هست اون میده را سخت هم نمیگیره بسیاریا که گندنه میخورن میدهشون را سخت میگیره و این جنجالا را دیگه باز داره. طرف نوری پلازا رو دوستان عزیز می‌بینید. یکی از بهترین مناطق کابل هم دوستان عزیز همین خیرخانه و دوستان همین حصه اول دیگه حصه سومش فقط این بخشایش هست. باز طرف پنج فامیلیش هم بعضا دوز دارن بعضا ندارن، اما این بخشش واقعا دوستان عزیز از اونها بخشای بسیار زیبا و خوبی.
اینجا دوستان عزیز با اون طرف همین دواخانه ها شروع میشه. ادویه فروشی هاست، ادویه فروشی های ملت شروع تا ادویه فروشی های بسیار بزرگ، عمده فروشی ها، لوازم طبی، چون هتل پروان هست و مرکز خرید ادویه و دوا. دواخانه ها دیگه دوستان عزیز بسیار زیاد است. کلان دواخانه از دوستای طرفا و ای چهارراهی هم دوستان عزیز از جمله چهارراهی های بسیار بیربار شهر کابل هست. بولانی بوی پزن دوستان عزیز آماده میکنن با افطار. یه از دوستان عزیز چهارراهی شلوغ و بیربار هتل پروان شهر کابل. انگور ببینید، انگور دوستان. این دوستان عزیز است چهارراهی و این هم از خود هتل یا کاخ عروسی پروان. یه دیگه بیربار است، اون ترافیک موترها را استاد کرده بود، حال دوباره اجازه تردد دارشانه. این که بریم به پیاده رو دوستان. یعنی پیاده رو خود جای موتر استاد کردن و موتر دور خوردن نیست. بیاده این پیاده رو جای از این کارا نیست. افغانستان دوستان عزیز همه چیز سرشفه است. مردم در سرک را میره، موتر را در پیاده رو و گد و از همه چیز. این سرک ادامش میره دوستان عزیز طرف قلعه نجارای شهر کابل. خب دوستان عزیز این هم از جاده های خیرخانه و چهارراهی هتل پروان شهر کابل. انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همایتونه به الله متعال پاک و بینی است می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.